سلام، وقت همه عزیزان بخیر. خب اولین جلسه از سطوح رو داریم. من میخوام با توجه به چیزهایی که خودم آموختم این رو آموزش بدم و ترجیح هم اینه که اول نقل سقف و کف صحبت نکنم، بیشتر شما رو با سطح و کندل ها آشنا کنم. ببینید عزیزان، چیزی که شما روی چارت میبینید این سقف نیست یا این کف نیست. سقف و کف ما تشکیل شدن از سه موجی، یعنی من میتونم بگم سطحی قدرتمنده که توی اون سطح، دقت کنید، توی آن سطح، اینو یادداشت کنید برای خودتون که تو ذهنتون بمونه، تقاضا سریعا، این سریعا خیلی مهمه، تبدیل به عرضه شده است. یعنی چی؟ یعنی من یه سطحی رو دارم میبینم که خیلی سریع این تبدیل شده به یک سطحی که توش عرضه اتفاق افتاده. یعنی اگر قیمت رسیده مثلا به این سطح، من دارم میبینم که سریعا قیمت ریخته. اما این سریعا رو از کجا میتونم تشخیص بدم؟ آیا صرف یک کندل فول بادی یا یک کندل اینگلف من میگم که آقا اینجا سریعا من دارم عرضه رو میبینم؟ خیر. پس بیایم در خصوصش صحبت کنیم. خب اگر ما بگیم که بازار از یک سه موجی تشکیل شده، یعنی چی؟ یعنی قیمت اینجا داشته می اومده به سمت بالا، یک موج یکی رو زده، اصلاح کرده، اومده به سمت بالا و بعد ریخته. پس من میتونم بگم که اگر اینجا موج یک باشه، این دو باشه و این سه باشه، زمانی اینجا خیلی مهمه و وقتی که قیمت بهش برسه ریجکت میشه. این هم دقت کنید که توی این جلسه اصلا نمیخوایم در خصوص این که چرا باید تو بار اول پوزیشن بگیریم، چرا نفوذ مهمه صحبت کنیم. الان فقط میخوایم بگیم که آقا این سطح مهمه. چرا؟ چون من یک موج یکی داشتم، یک موج دویی داشتم و بعد یک موج سه‌ای داشتم که از یک و دو بزرگتر بوده. پس شناسه این موج اینه که موج سه من از یک و دو بزرگتر باشد و موج دو من اومده باشه نقدینگی بالای یک رو جمع کرده باشه. و چه بهتر عزیزان، دقت کنید، چه بهتر که بالای یک کلوز کرده باشه. اگر بخوایم الگوی کندلی این سطح رو با هم دیگه بکشیم، میگیم آقا یک کندلی که اینجا هست، فارغ از هر رنگی که میخواد باشه، صعودی نزولی. خب حالا کندل بعدی اومده بالای این سطح کلوز کرده. حالا از اینجا اگر ما بخوایم بررسی بکنیم، میگیم کندل بعدی ما، یعنی موج سه ما، اومده باشه های بالاتر نزده باشه و سریعا اومده باشه زیر کندل اول من، یعنی زیر این موج یک من کلوز کرده باشه. خب چه زمانی این کلوز مهمه؟ ما میگیم بهترین حالت این سطح زمانیه که موج سه بزرگتر از 2 برابر موج یک باشه. یعنی این موج سه‌ای که اینجا دارم از اینجایی که شکل گرفته بیش از این باشه که ما بگیم تقاضا رو کاملا داریم توی بازار میبینیم. خب بریم روی چارت با هم دیگه بررسی کنیم. خب الان اینجا تایم فریمه، مثلا 1 ساعته بیت کوینیم اینجا، یک جایی که سطحی که خیلی سریع اتفاق افتاده رو بیاریم. خب ببینید توی این سطح من اگر بخوام بر اساس همون چارت خانی کندلی رسمش کنم، میگم کندلای صعودی اول لو میزنن، بعد های، لو میزنن، بعد های. اینجا کندل صعودی نتونسته این های رو بزنه، خب بعدش هم این بوده و این اتفاق افتاده. خب من الان دارم میبینم که اون سه موجی خودم اینجا شکل گرفته. این رو میذارم توی این حالت. الان این سه موجی شکل گرفته و موج سه من بزرگتر از یک و دوه. پس اینجا برای من میشه یک سطح مقاومتی، توی این سطح میشه یک سطح مقاومتی که اگر شکسته شود مثل اینجا قطعاً پولبک رو میبینه. یعنی سطح هایی که سریعاً تبدیل به عرضه میشن
پولبک رو میبینن. خب این سریعا یا توی یک کندل باید شکل بگیره یا توی 3 کندل. اگر بیش از این شد یعنی چی؟ یعنی اگر ما همچین حالتی داشتیم این اومد اینجوری شد تا بعد اومد این رو بزنه، برای ما زیاد اینجا مهم نیست. چرا؟ چون قدرت فروشنده ها انقدر زیاد نبوده که سریعا این رو به سطح ارزم به حضورتون عرضه تبدیل کنه، پس زیاد حائز اهمیت نیست. خب ما بیایم اینجا مثلا حالا اینجا رو که مشخص کردیم، بریم توی این قسمت. خب ببینید ما اینجام داریم تقریبا همچین چیزی رو میبینیم. به چه صورت؟ ما داریم میگیم که آقا از اینجا های زده، بعد اومده یک لو زده رفته بالا و بعد اومده این رو شکسته، پس سریعا تبدیل به عرضه شده. پس من اگر این رو روی این قسمت قرار بدم میبینم که قیمت میتونه واکنش خوبی بهش داشته باشه. حالا با توجه به اینکه این رو قبلا هاند کرده بود و بعد قیمت ریخته، این محدوده هم میتونه یک محدوده مهم باشه توی سطوح ما. پس سطوحی برای من حائز اهمیته که همچین حالتی روش توی صعود اومده باشه، یک همچین اتفاقی افتاده باشه، یعنی اینجا میشه یک سطح خیلی مهم جهت فروش و توی خرید باید همچین حالتی اتفاق افتاده باشه. این کف میشه خیلی حائز اهمیت، یعنی حتما موج 2 من تونسته که 1 من رو کلوز زده باشه و حتی پایین تر رفته باشه. پس اینها پترن های کندلی هستن برای برگشت. خب بذارین اینجا رو با هم دیگه مثلا بررسی کنیم ببینیم این اتفاق افتاده. من از این بالا این رو بررسی میکنم، میگم کندل های نزولی اول های میزنن بعد لو میزنن. هیچ کدوم از این کندل ها ارزم به حضورتون های رو نزده، لو زده، بعد اومدن به سمت بالا و بعد اومدن به سمت پایین. حالا زمانی که میخواد موج 3 شکل بگیره میشه 1 کندل، 2 کندل، 3 کندل رفته بالا. من اگر بخوام این رو بردارم این یه همچین حالتیه. ما میگیم آقا موج 3 من از موج 1 من بزرگتره، ولی ما گفتیم تقریبا اگر 2 برابر باشه حالت ایدئاله، یعنی اینجا بیاد برسه به 2 که تقریبا خودشو به 2 رسونده. پس این کفه یه کف مهمی میتونه باشه. قیمت اون رو اینگولف میکنه به سمت پایین میزنه. چون کف مهمی بوده، چون ما اینجا تقاضا رو دیدیم، پس قطعاً پولبک لازم داره. امیدوارم این رو متوجه شده باشین. ما داریم در خصوص سطوحی صحبت میکنیم که میتونن جاذبه آهنربایی یا ریجکشن قوی داشته باشن. اگر این 3 تا کندلی که شما دارین اینجا میبینین با ضعف شکل گرفته باشه، اون کفه نمیتونه یک کف معتبری باشه که بعداً قیمت خودش رو جذب کنه. چرا این کف تونست همچین کاری بکنه؟ چون زمانی که اینجا اومد، زمانی که شکل گرفت، ما یک تقاضای شدیدی تو بازار شکل گرفت و این سطح رو یک سطح حمایتی برای ما ساخت. خب حالا مجددا بیایم بررسی کنیم، بیایم ببینیم مثلا اینجا توی این قسمت آیا این کفه مهمه؟ آیا این کفه میتونه جذب بکنه قیمت رو؟ خب من اگر از این بالا بیام یک همچین حالتی دارم و بعد اومدم به سمت پایین. خب اگر این رو من بخوام به سمت بالا ترسیمش کنم تا اینجایی که اومده، یه لحظه تایم فریم عوض شد. خب بیت کوین هم که این کف رو اینگولف کرد. کجا بودیم؟ آها اینجا بودیم. خب من الان اگر بخوام این رو در نظر بگیرم،
این مسیری که داره میره به سمت بالا، این مسیره میشه 1 کندل، 2 کندل، 3 کندل، 4 کندل و حتی میشه گفت اینجا کلوز هم زده دیگه، یعنی اومده. البته باید بالای این موجه که من کلوز بزنه. پس اینجا سطحی نبوده که سریعا تقاضا توش شکل بگیره. ما گفتیم توی این قسمت صحبت کردیم که این اتفاق نهایتاً بین 1 تا 3 کندل باشه، یعنی اگر شد 4-5 کندل این پترنی که اینجا شکل گرفت. گفتیم بذاریم برگردیم یک بار دیگه پترنش رو کامل ترسیم کنیم. خب ببینید ما میگیم اینجا یک کندلی داریم فارغ از رنگش یک هایی داره. حالا کندل بعد میاد بالای این یک کلوزی میده و کندل بعدی بدونه که های این رو بزنه میاد و زیر این هر دو کلوز میده. حالا زیر هر دو منظور ما اینه که ما یک داریم، یک 2 داریم و یک 3 داریم. حالا دقت کنید اینجا اگر زیر هر دوی اینها کلوز داده باشه، خب این عرضم به حضورتون عرضه‌ای که شکل گرفته خیلی قوی بوده. اما اگر نه فقط زیر همین کندله کلوز داده باشه تا 3 کندل اجازه داره که بیاد این رم پاکسازی کنه. اون موقع این سطحی میشه که ما توی اولین برگشت بهش دنبال پوزیشن های فروش هستیم. چرا؟ چون تقاضای شدید رو دیدیم. عرضه شدید رو دیدیم. دقت کنید اینجا من اگر بخوام حالا این سطح که سطحی بودی که به حالا کف قبلی خودش رسیده، نگاه کنید اینجا میتونیم این رو در نظر بگیریم. بالای اون سطح کلوز زده، پس وقتی که این رو شکسته، یعنی زمانی که این رو شکسته هنوز اینجا پول بک ندیده. حالا این رفته به سمت بالا، شاید قیمت بعداً بخواد تو این گپی که میاد به سمت پایین این رو پر کنه. اما الان با توجه به آخرین کندل خانه‌ای که ما داشتیم، این سطحی که شکسته شد یک سطح کاملا معتبر بود، یعنی اون لگ صعودی من شکسته شد و این کندل اون رو اینگولف کرده. خب پس من توقع دارم که بازار برگرده بیاد به منشأ این حرکتی که اینجا بوده. حالا توی این نفوذها این رو بیشتر توضیح میدم، ولی به عنوان حالا چیزی که تو ذهنتون باشه من میگم اولین کندلی که اومده به این های رسیده، این خود این کندل شکست بوده. قبلش این کندله بوده. کندلای نزولی اول لو میزنن بعد های. خب پس اگر من بخوام از لو این کندل، یعنی کندل قبل از کندل شکست، به عقب برگردم، بین اولین برخورد اون لگی که من داشتم میشده اینجا. پس من این رو بر میدارم، این رم بر میدارم، این رو میذارم اینجا، یک خطی از اینجا تقریبا 50% هم در نظر میگیرم. میگم میتونه تا این سطح بیاد، یعنی این سطح میشه یک سطح حمایتی، بیاد خودش رو تا 66750 برسونه. ببینم ایچیموکو هم تاییدش میکنه. دقیقاً داریم میبینیم که یک ابر تاچ نشده هم توی این منطقه هست که این رو بارها تو خدمت دوستان عرض کردم. گفتیم یکی از ترازهای حمایتی زیر پای ابر اینجا میتونه باشه که دقیقاً خود اسپن بیه هست. پس داره به این سمت کشیده میشه، یعنی داره تا 66750 حرکت میکنه. پس اینجا یک منطقه خوبیه که من میتونم مجدداً یک بای بگیرم تا این کفی که از دست داد، یعنی من چیزی که تو ذهنم از سناریویی که میخواد پیش بیاد
قیمت بیاد برسه اینجا، بیاد برسه اینجا، اینجا دوباره تعیین تکلیف بکنن آیا سریعا تبدیل به عرضه می شود یا اینجا به صورت خیلی آروم ریزشش رو ادامه میده. امیدوارم این جلسه رو برین روی چارت ببینید و حتی میتونید شما به جای اینکه بیاین توی همون تایم فریم این کار رو انجام بدین، مثلا دارم میگم میرین تو تایم فریم دیلی یا تو تایم فریم مانتلی، ببینین آیا واقعا سریعا این تبدیل عرضه به تقاضا رو داشتین. اگر این سریعا این عرضه رو داشتین، یعنی توی یک کفی بودین یا توی یک سقفی بودین که این اتفاق افتاده، مثلا این سقف رو با هم دیگه اگر بخوایم بررسی کنیم توی بیت کوین، نگاه کنید. ما میگیم که آقا اینجا این رفته و این اومده این رو زده. خب که حالا که این کف هر دوی اینها رو زده، من ایچیموکو رو بردارم، این رو بردارم، ببینید موج 3 من حتی شروع موج 1 هم زده. خب پس من میتونستم بگم که آقا اینجا یک سطح مهمه، جایی بوده که سریعا عرضه رو ما دیدیم. پس وقتی قیمت داره بهش میرسه میتونه یک واکنشی رو به ما بده توی روزانه، چون این سطح یک سطح عرضه مهم بوده. زمانی که قیمت ها به کلوز اون رسیدن سریعا میتونستن واکنش بدن. حالا من توی یک ساعته به فرض مثال دارم میگم اینجا ریزش سریعی رو ندیدم. حالا بعد در خصوص سقف و کف که صحبت کنیم توی جلسه بعد برای سطوح، میگیم آقا اینجا مثلا زمانی که این سطح رو شکسته، وقتی که یک کفی رو میخواسته بسازه اما نتونسته، کندل ها خیلی رنج زدن و این رنج زدنه خودش باعث جمع شدن نقدینگی شده و بعد ریخته. خب الان میبینید که ریزشش اتفاق افتاده و ما فقط توی سطوح میگیم آقا اولین رسیدن به این سطح رو ترید میکنیم و نفوذهایی رو ترید میکنیم که بیش از 38% کل اون سطح باشن، یعنی تا 38% کندل نفوذ کرده باشن. شادویی رو ببینیم، کندلی رو ببینیم که بیش از 38% نفوذ کرده باشه. همون قانون پیوت ها، همون تحلیل تکنیکال ساده. خب کلیپو طولانی نکنم، این چیزی رو که گفتم حتما بریم بررسی کنین این سطح رو که موج 3 شما از موج 1 و 2 شما بزرگتر باشه و زمانی که قیمت به اون سطح برمیگرده توی واکنش اول میتونین از کندل خانی، میتونین توی تایم فریم 1/4 از اون پترن لگ ان حالا سعودیه وقتی که شکست وارد پوزیشن برعکس بشین. موفق و پرسود باشین.